این هفته هم ماشاءالله مراسم تنفیذ برگزار شد، مراسم تنفیذ ریاست جمهوری و هم مراسم تحلیف برگزار شد و تحویل و تحول انجام گرفت از دولت گذشته و به دولت جناب آقای پزشکیان، دکتر پزشکیان. و در هر صورت هم حتما پزشکیان از شما انتظار داشت آقای دکتر که شما ملت به او رای بدهد و حمایت کنه ایشون را و او هم وعده ها و قولهای را داد که تغییر می آورد و تحول می آوره و به هر حال به خواسته های ملت و مردم توجه خواهد کرد. صحبتایی که او کرد بسیار در جهت خواسته های مردم و انتظارات مردمان که ایشان مطرح کردن، چیزایی مطرح کردن که مردم به پای صندوق بیایند و امیدوار باشند که این بار ریاست جمهوری به هر حال در راستای مطالبات مردم و در راستای برآورده کردن خواسته های مردمه و رئیس جمهور حرف مردم را گوش کرده و شنیده و میداند که نیاز مردم چه هست و لحاظا مردم روی همین کسانی که رای دادند هم برای تغییر را دادند، برای تحول را دادند و برای تحقق خواسته هایشون، برای تحقق مطالباتشون و برای رفع مشکلات از کل کشور و ملت مردم عزیز ایران رای دادن، به همین رای دادن و گفتن که امیدوارند که این وعده ها این بار جدیه و آقای دکتر پزشکیان ریاست جمهوری به وعده ها وفا می کند و مشکلات حل می شود و لحظه تا حالا هم حرکت جناب آقای پزشکیان همین صحبتایش را میشنویم ما و صحبتا نشان میده که در همون راستا که تبلیغات ریاست ایشون بود، تبلیغات ریاست جمهوری بودش انجام دادن، هنوز همون سخنان مطرح میکنن و در همون راستا معلوم میشه که شو فکرمند است و الله تعالی توفیق بده که ایشان بتونه این خواسته ها را برآورده بکند و انتظار ملت آنه که هم تبعیضات و برطرف بشن بین ملت ایران و عدالت اجرا بشه. وعده ها